پژوهشگاه آموزش جنگ که یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است، روز 25 دکامبر سال 2023 خبر داد که نیروهای پایگاه حربی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر شده است، در اوکراین می جنگند. پژوهشگاه آموزش جنگ با استناد به تلگرام کانال پروپاگاندیستی رو به روسیه اپراتسیا زد خبر داد که نیروهای پایگاه 201 همراه واحد سپسناز احمد که جنگجویان چچن را در بر میگیرد، اخیراً در حدود جنگلزار کریمین در قلمرو نویه‌های سیورودونتسک ولایت لوگانسک اوکراین مشاهده شدند. کانال اپرات زد خبر داد که واحد امور اسپسناز 204 احمد با کمک توپخانه‌های پایگاه 201 در جنگلزار کریمین عملیات مشترکی را انجام دادند و نیروهای اسپسناز احمد یک گروه جنگاوران ارتش اوکراین را از بین برده موقع‌های را که با کمک درون‌ها آشکار کردند به دست آوردند. درباره اینکه نیروهای روسیه در این جنگلزار چه موقع‌های را به دست آوردند، این کانال معلومات مشخص نداده است. پژوهشگاه آموزش جنگ خبر داد که نیروهای روسیه و اوکراین در غرب جنگلزار کریمین در نزدیکی ترین و در جنوب این جنگلزار در نزدیکی جنگلستان‌های دیبرووا و سربریانسک وارد درگیری‌ها شدند. پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان با نزدیک 7000 افسر و عسکرش بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکگرد ارتش روسیه به شمار می رود. این پایگاه سال 2004 در زمینه دیویژن 201 سواره تیراندازی ارتش روسیه تأسیس یافت و سال 2012 حکومت تاجیکستان زمان بود باش این پایگاه روسیه را تا سال 2042 تمدید کرد. درباره آنکه نیروهای پایگاه 201 در اوکراین می جنگند، بار اول نوز بهار سال 2022 خبر آمد. آن وقت نیروهای ارتش اوکراین در نتیجه یک شبیخون یک کاروان تکنیک و نیروهای ارتش روسیه را از بین برده از درون ماشین‌های سوخته، کتابچه‌ها یا برشوره‌های را پیدا کردند که از توصیه‌های پیرامون چگونه رفتار کردن سربازان در قلمرو اوکراین عبارت بود. از معلوماتنامه رسمی درج شده در این کتاب‌ها برمی آمد که آنها را محض برای حربیان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان چاپ کردند. هنوز سال 2022 منابع نزدیک به واحدهای پایگاه روسیه در تاجیکستان تصدیق کرده بودند که تقریبا نصف هیئت شخصی این پایگاه را به جنگ ضد اوکراین فرستادند. خود مقامات پایگاه 201 و حوزه مرکزی ارتش روسیه که این پایگاه در اختیار آن قرار دارد، تا کنون درباره در جنگ ضد اوکراین اشتراک کردن نیروهای در تاجیکستان مستقر بوده این پایگاه یگان شرح رسمی ندادند.